أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هزار و 160 سال قبل از میلاد، فدان آرام شهری در جنوب کشور بابل. ایشدار بزرگ، ای
خدای مادر، ای خدای مهربانی ها، ای خدای زایندگی و باروری، این کودک را شفا بخش و مادر نگرانش را شادمان کن. مادر این کودک عهد می کند به درگاهت هدایای گرانبها تقدیم کند. من از ایشدار بزرگ خواستم که فرزندتان را زنده نگاه دارد. او تقاضای مرا پذیرفت. بروید و فرزندتان را آنگونه بزرگ کنید که از پیروان ایشدار باشد. از شما من از ایشدار بزرگ سپاسگزارم. درود بر ایشدار مهربان. از شما سپاسگزارم. فرزندم در حال مرگ بود، شما او را زنده کردید. بیشک این کودک نیست، چون فرزند ما شفا خواهد یافت. ایشدار خدای مهربان و قدرتمند نیست، حتما او را نیست شفا خواهد داد. حتما همینطور است. شما را چه می شود؟ شما که خود مسجود ملائک هستید، سجده به پیشگاه مصنوع خیش می برید؟ هستی همه تسلیم و منقاد انسان است، آنگاه شما سر تسلیم در برابر سنگ بیجان فرود می‌آورید. تو این سخنان را از نزد خود میگویی و بیهوده به خدایان ما اهانت میکنی. من از نزد خود نمیگویم. من فرستاده خدا و سخنانم از کتاب خداست. این کتاب آسمانی صحف است که بر جد من ابراهیم پیامبر نازل شده. من پیرو دین او و مروج و مبلغ این کتاب هستم. از خود نمیگویم. در آن کتاب آسمانی نوشته شده که به خدایان ما اهانت کنی؟ اهانت نمی کنم، سوال می کنم. اگر میدانید پاسخ بدهید، اگر نمیدانید بپذیرید. از شما میپرسم، تندیس های معبد ایشتار خالق شما هستند یا مخلوق شما؟ ایشتار بر شما سیطره دارد یا شما بر ایشتار؟ ایشتار بر شما فرمان میراند یا شما بر او؟ اگر ایشتار سنگی ضعیف و ناتوان است، پس چگونه فرزنده مرا شفا داد؟ راست میگوید، ما هم دیدیم. آری حقیقت دارد. ایشتار فرزند او را شفا داد، من دیدم. آن شنوای دانایی که ناله های تو را شنید فرزند تو را شفا داد، نه ایشتار. تو اگرچه به غیر خدا پناه بردی و از غیر کمک خواستی، اما او که آگاه بر احوال همه بندگان است به حال زار تو رحمت آورد و فرزندت را بهبود بخشید. تو را چون چشم بصر است و بصیرت نیست، ایشتار را دیدی اما شفا بخش حقیقی را ندیدی. خلاصه کلام یعقوب این است که خدایان خیش را رها کرده و خدای او را بپرستید. درست نگفتم؟ آخر از خدایان خود چه خیری دیدیم که از خدای تو ببینیم؟ من شما را به پرستش خدای برتر میخوانم، خدایی برتر از همه هستی. از کجا بدانیم که خدای تو از دیگر خدایان برتر است؟ از کجا که تو و خدایت همچون کاهنان معبد ایشتار به فکر انباشتن سیم و زر و تامین منافع خود نیستید. همه میدانید که من برای لابان شبانی میکنم و از خود چیزی ندارم. آیا تا کنون مزدی از شما طلب کردم؟ آیا جز کار و تلاش و شبانی از من دیده اید؟ اگر از این پس طلب کردی چه؟ تا کنون قدرت نداشته ای، وگرنه تو هم بهتر از کاهنان نیستی. همه شما یکی هستید. بر اریکه قدرت که تکه زدید شکم خود را سیر میکنید و گنجینه های خود را انباشته میگردانید. من به تو حق میدهم. تنها فرزند بیمار خود را از دست دادی و هیچ کس تو را یاری نکرد. نه ایستر جادوگر و نه ایشتار خدای معبد. اگر به همه خدایان هم پشت کنی حق داری. من با ایشتار خدای ناتوان معبد کاری ندارم. روی سخنم با خدای نادیدنی توست. ما اندازه کافی از خدایان سرد و سنگی کشیده ایم. تحمل خدای دیگر را مأمورین آمدن. مأمورین معبد آمدن. فرار کن فارس، فرار کن. از آن طرف بروید.
بروید دستگیرش کنید. نگذارید فرار کنه. بروید. اگر داماد لابان فرماندار نبودی میدانستم با تو چه کنم. مرا از تو و مامورین معبد باکی نیست. پراکنده شدید. بیش از این به کفرگویی‌های یعقوب گوش ندهید. مگر نمیبینید کفرگویی‌های یعقوب قحطی برای فدان به ارمغان آورده است؟ راست میگوید. برویم تا به نفرین ایشدار دچار نشده ایم. برویم. اگر به زودی باران نبارد تمام محصول مردم فدان از بین میرود. امیدوارم خداوند هرچه زودتر باران رحمت خود را بر این شهر نازل کند. آنجا چه خبر است پدر؟ این رسم دیرینه مردم فدان است. دشمنان ایشدار را آتش میزنند. آتش زدن با منجنیق. شما همینجا گله را نگه دارید، من ببینم چه خبر است. قایم کنید. به ما راه کنید. اگر من چه کردم رهایم کنید. یعقوب شبان است، خواهرزاده فرمانده لابان. کاهن بزرگ ببارم فارس کنم. بزار کافر همین است. مردم فدان به دادم نرسید. من بیگناهم. باید با یادان شود. من بیگناهم. مردم فدان به من راه کنید. من بیگناهم ای مردم فدان. متهم فارس دشمن ایشدار می باشد. او با سنگ به ایشدار حمله کرده و او را خدایی بی عرضه و نالایق خطاب کرده است. طبق سنت قدیم مردم فدان کسانی که به خدای بزرگ ایشدار اهانت کنند باید با منجنیق در آتش افکنده شوند. اگر گناه من چیست؟ از حق خود دفاع کردم. مردم فدان من راه کنید. بیچاره فارس. من بیگناهم. به من راه کنید. به من راه کنید ای مردم فدان. گناه من چیست؟ گناه من چیست؟ من بیگناهم. بیهوده فریاد نکن. یا باید خونبهای خود را بپردازی یا در آتش سوزانده شوی. قرآن است
نسوزانی. مردم فتان به من راه کنید. من بیگناهم ای مردم فتان. او را نسوزانی. بهای خون او چقدر است؟ من میپردازم. تو میپردازی؟ نه، او خود از دشمنان ایشتار است. تو خود از دشمنان ایشتار هستی. ابتدا باید بهای خون خود را بپردازی. پس چرا مرا دستگیر نمی کنید؟ مجازات منجنیق با آتش در خاندان من پیشینه دیرینه دارد. پدر بزرگ من ابراهیم هم یک بار به دستور نمرود در آتش افکنده شده است. اگر تاکنون دستگیر نشده ای به خاطر فرماندار است، چون هم داماد او و هم خواهرزادش است. پس منصوبین به حکومت و فرماندار می توانند به خدایان اهانت کنند و مجازات نشوند. دستگیرش کنید و چون پدر بزرگش در آتش بیافکنید. رهایم کنید! رهایم کنید! گفتم رهایم کنید! رهای! اینجا چه خبر است؟ او را رها کنید. متهم را هم آزاد کنید. فارس باید مجازات شود. وقتی یعقوب خونبهای او را میپردازد حق ندارید او را مجازات کنید. آزادش نکنید. یعقوب تو باید 500 دینار بابت خونبهای فارس بپردازی. مانعی نیست، من این پول را خواهم پرداخت. خداوند دایی خوبم لبان را حفظ کند. من تا به کی باید مراقبت باشم که دست از پا خطا نکنی؟ چه میکنی؟ سپاسگزارم. تا زمانی که خونبهای خود را پرداخت نکردم برایت سعی تلاش خواهم کرد، برایت کار خواهم کرد. تو خاندان فارس رو نجات دادی. تو زندگی ما رو نجات دادی. برویم. مرد خوبی است. بیچاره مدام زحمت میکشه. سال هاست که ایشتار از مردم فدان و بابل قربانی میگیرد. اگر پدرت لبان به داد من نرسیده بود هر دوی من را میسوزاندند. فارس به خاطر نجات جانش باید ایشتار پرستی را رها کرده یکتا پرست شود. شده است راهیل، شده است. از لحظه ای که از مرگ نجات یافته یکتا پرست شده است. مسافر ما کی از راه میرسد؟ به زودی یا نبی خدا چیزی نمانده.
سالهاست در انتظار فرزندی از تو هستم. اگر خدا بخواهد به زودی این انتظار پایان می‌یابد. CaspianWave.com درود بر ایسردن و همراهان. درود بر یعقوب شبان. سپاسگزارم. میبینم هدیه به معبد ایشتار میبرید. خدایان را باید خوشنود کرد وگرنه امسال از باران خبری نخواهد شد. فکر نمی کنید شما بیشتر از خدایان به این خرما نیازمندید؟ بعضی با اهانت به خدایان خشم آنان را برانگیختند و ما باید تاوان پس بدهیم. شما اطمینان دارید که به اراده تندیس‌های سرد و سنگی معبد ایشتار باران میبارد؟ کفرگویی‌های تو باعث خشم خدایان شده و ابرهای بارانزا را از سرزمین فدان دور کرده است. دست از اهانت به خدایان بردار یعقوب. این چه ستم با خویشتن است که خداوند قادر مطلق را نهاده تندیس‌های سرد و ضعیف را می‌پرستید؟ چرا زمین فسرده جان خویش را با نور ایمان به خداوند یکتا گرمی نمی‌بخشید؟ ایشتار بزرگ الهی باروری، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار دور کنی و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای ایشتار بزرگ، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار ببری و باران رحمتت را بر مردم فدان فرود آوری. مثل همیشه مقابل معبد ایستاد و به خدایان اهانت کرد. با ایستادن مزار فرزندش نیست سخن گفت، اما من چیزی نشنیدم. باشد که خوش سالی را یعقوب داشت می‌کنی و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای ایشتار بزرگ، باز هم یعقوب شروع کرده است. امیدوارم که به نفرین خدایان دچار شود. آن با او چه کنیم؟ طلابان را به اینجا بخوان. چاره کار با من. هرچه زودتر لابان را به اینجا بخوانید. عالی جناب، بزرگ کاهنان معبد ایشتار از شما دعوت کرده که به دیدار ایشان بیایید. امر مهمی است؟ بله جناب کاهنان. دست نگه دارید. اگر بار دیگر دزدی کنی از زیر شلاق زنده بیرون نمیایی. قول میدم دیگر غلط میکنم. بازش کنید. با من بیا.
ظاهرا موضوع مربوط به یعقوب شبان. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. من پاسخگو نیستم. او بر علیه خدایان سخن. این هم وظیفه کاهنان است که به او پاسخ درست بدهند. اگر توان پاسخگویی ندارید چرا مزاحم من میشوید؟ خدای خدایان ایشدار بزرگ خشمگین است. من وقتی میبینم خشکسالی و مرگ مردم فدان را فرا خواهد گرفت. مادران داغ دیده میبینم. منتظر باشی، کاهن بزرگ را خبر کن. ایشدار را به خشم آوردند. ایشدار کفر و اهانت را در حق خود بر نمیتابد. کسی ایشدار را به خشم آورده است، آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. ایشدار بزرگ قربانی میطلبد. بابا چرا مانع کفرگویی خواهرزادت یعقوب نمیشوی؟ مسئول ایمان مردم شما هستید، پاسخش را بدهید. من فرماندارم نه کاهن. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. اما او خواهرزاده و شوهر دختران شماست. من مسئول آرامش و امنیت فدان هستم، نه مسئول نظارت بر اعمال خواهرزادم. همین دلیل باید او را ساکت کنید. او آرامش فدان را به هم زده است. آرامش را به فدان بازگردان. به زودی قحطی همه فدان را فرا خواهد گرفت و یعقوب عامل همه این بدبختی است. چگونه است که یعقوب تاکنون موجب وفور نعمت و ازدیاد گوسفندان من بوده، ولی اکنون باعث قحطی و بدبختی فدان شده است. از آن رو که اکنون یعقوب به خدایان کفر می‌ورزد. پیشتر هم او به خدایان بابل ایمان نداشت. چرا آن موقع عقیده خود را پنهان می‌داشت، اما اکنون ابراز می‌دارد. باش در ملأ عام به ایشدار اهانت می‌کند. باید او را وادار به سکوت نماییم. باید؟ آره باید. فکر میکنی دولت بابل برای چه تو را اینجا منصوب کرده است؟ پس میدانی چه کسی مرا به فرمانداری منصوب کرده است. بهتر است این را هم بدانید که من از دولت بابل فرمان میگیرم، نه از شما و نه از معبد ایشتار. پس اشکالی ندارد اگر کاهن اعظم معبد ایشتار در بابل از این ماجرا مطلع شود. با یعقوب سخن خواهم گفت. به یعقوب بگو اگر خطری از جانب او من و خانواده‌ام را تهدید کند تمام خاندانش را با آتش خواهم کشید. طوله‌ای که قبل از پدر مادرش باز کند زودتر به دست گرگ دریده می شود. مواظب زبانت باش. این بار می بخشد، بار دیگر بخششی در کار نیست. اگر قحطی موجب از بین رفتن محصول من شود یعقوب و خانواده‌اش را زنده نخواهم گذاشت. همین حالا هم به محصول امسال امیدی نیست. سلام پدر، خوش آمدی. سلام پدر، چه عجب. بزرگ فدان آرام و فرماندار شهر فرصتی یافته و به دیدار دخترانش آمده است. این یعقوب دست بردار نیست؟ چه شده پدر؟ باز هم کاهنان معبد ایشتار از یعقوب شکایت کردند. یعنی این همه بلوایی که در فدان به راه افتاده دسیسه کاهنان است و یعقوب هیچ خطایی مرتکب نشده؟ شما خوب میدانید که یعقوب جز انجام رسالت و ادای تکلیف کاری نمی کند. او را با آیین چند هزار ساله معبد ایشتار چه کار؟ اگر او میخواهد از دین پدر بزرگش بگوید خب بگوید، اصلا خاندان مرا هم تبلیغ کند. اما اهانت به اعتقادات مردم چرا؟ شما اشتباه میکنید پدر. آنها همین تبلیغ را نیز بر نمیتابند. پدر، یعقوب مأمور ابلاغ آیین یکتاپرستی است.
آیین پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. شما نیز مسئول حفظ آرامش و امنیت مردم فدان هستید. او به وظیفه‌اش عمل می‌کند، شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. شما هم مثل او سخت سر و بی‌پروا شده اید. اگر من بخواهم به وظیفه‌ام عمل کنم که شما باید آواره کوه و بیابان شوید. پدر، من و خواهرم لیا به دین همسر خود هستیم و در ترویج آیین یکتاپرستی از او حمایت خواهیم کرد. شما همه دیوانه شده اید؟ چرا به فکر موقعیت من نیستید؟ میدانید اگر کاهن بزرگ معبد ایشتار در بابل بداند که خواهرزاده من در فدان بر علیه معبد ایشتار تبلیغ می کند، چه بر سر من خواهد آورد؟ قدرت خدای یعقوب فراتر از قدرت ارباب معابد بابل است. پس سزاوار است که ما و شما از خدای خیش بیمناک باشیم، نه از خدایان سنگی. من نه با خدای او کار دارم نه با خدای اینان. فقط میگویم یعقوب حق ندارد موقعیت مرا در فدان متزلزل کند. چه شد راهیل؟ راهیل 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 چه شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ وقتش رسیده. بله آبله را خبر کمک کنید. فارس بله جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن. با اسب من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زور مداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیزید! برخیزید! برخیز شمعون برخیز! جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آن که زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. چه شده؟ شما ها گله را بیاورید. پدر کجا رفت؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز می‌کنم. راهیل هوای توست؟ بله. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده. تا امروز که فرزند نداشت هم راهیل با من خوب بود هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود میدانم که هیچ یک برای من ارزشی قائل نخواهند شد. چرا این گونه فکر میکنیم؟ یعقوب و راهیل انسانهای بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد. اگر بچه‌ای هم از او داشته باشد او را بر همه همسرانش سروری خواهد داد. مگر او چند همسر دارد؟ همسر من و لیا و زلفا و راهیل. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا رو دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن.
اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من میافتد. من گمان نمی کنم. یعقوب مرد عادل و مهربان نیست. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزاییم هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری. راهیل و بچهش رو از تو سالم میخواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه‌ای هستم. نگران نباش، خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل 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 هوشو راهیل 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 نکند که راهیل گرفتار خشم خدایان شده است. این بچه رو بگیرید. برای خالتان راهیل دعا کن. دعای شما تا اجابت می‌یابد. پس چرا کاری نمی کنید؟ کسی اشتار را به خشم آورده. آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند او به نفرین خدایان گرفتار شده؟ دیدی ایستر در معبد نفرین میکرد؟ آری، گفت آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن کس که به خدایان و ایشتار بزرگ اهانت کند زودتر از همه مجازات میشود. حال راهیل چطور است؟ چندان تعریفی ندارد. کاری بکنی. حال راهیل خوب نیست. آرام باشید. ما خدا را داریم.
هر آنچه که او اراده کند همان خواهد شد. مردم به تن و کنایه میگویند او به نفرین ایشتار و جادوی ایستر دچار شده است. بسیار خوب. حال ببینیم خدای راهیل و فرزندش بزرگتر و قوی‌تر است یا خدای ایستر. مراقب راهیل باشید. من باز میگردم. کجا می روید؟ ما را در این حال تنها نگذارید. آرام باشید. من به خلوت نیاز دارم. تو با خدای خود هر چه میخواهی بکن، اما من نمیتوانم دست بر دست بگذارم. طبیبی، دارویی، درمانی، کاری باید کرد. من نیز به سراغ طبیب میروم. طبیب واقعی. او هم بلای جان مردم فدان شده، هم بلای جان دختران من. نمیدانم با او چه کنم. چرا به سراغ ایستر میفرستن؟ قابل توانایی است. راست میگویی. جناب لابان، به سراغ ایستر بفرستید. اگر او بیاید قابله توانایی است. برو و ببین ایستر میآید. هر چه بخواهد به او میدهم. بگو لابان گفت اگر دخترم را نجات دهی قول میدهم یعقوب را از فدان بیرون کرده و معبد ایشتار را از شر او خلاص کنم. برو. یعقوب به نفرین خدایان بابل گرفتار شده. سزای کفر به ایشتار بزرگ همین است. ببر صدایت را. به یعقوب بگو چرا از خدایش یاری نمی‌طلبد. اگر من به جای او بودم به هنگام گرفتاری خدایم را فراموش نمی‌کردم. جناب لابان مرا فرستاده، نه یعقوب. او قول داده اگر دخترش را نجات دهی یعقوب را از فدان بیرون کند. به نظر من موقعیت خوبی است. مردم فدان باید قدرت ایشتار بزرگ و توانایی ایستر ساحره معبد را بدانند. اگر راهیل را نجات دهی بی تردید ایمان مردم فدان بیشتر شده، اینجا را پر از زراسین خواهند کرد. مرگ راهیل نیز همین نتیجه را دارد. پس بگذار بمیرد. بسیار. برو همین را به مردم بگو. بگو مرگ راهیل به خاطر کفر به ایشتار. بگو که نتیجه یکتاپرستی و نادیده گرفتن ایشتار جز این نمی باشه. چه زیباست اگر با مرگ راهیل و فرزندش باران نیز بر فدان ببارد.
اگر او به هوش نیاید هر دو میمیرن. این دو را میکشد، به هوش نمیآورد. کار را بدانم خدای یعقوب پیروز می شود یا خدای معبد؟ خب معلوم است پیروزی از آن ایشتار است. لابان اسباب زحمت من شده این که چه؟ یعقوب که گفت خداوند قدرتمند و بی نظیری دارد، پس چرا از او یاری نمیخواهد؟ جهان راحیل در دستان توست، یاریش کن. اصلا فکر نمی کردم که به این زودی یعقوب دست نیاز به سوی معبد ایشتار دراز کند. چه خیال بیهوده و تصور باطلی. چه چیز باعث این تصور غلط در تو شده است؟ به زودی این تصور باطل حقیقت خواهد یافت آنگاه که مرگ زن و فرزندت را به عیان مشاهده کردی. مرگ و زندگی به دست خداوند است، نه به دست ایستر و ایشتار. من از ایستر خواستم که به اینجا بیاید. حال راحیل خیلی بد است. راحیل به جز به خدای خود به دیگری نیاز ندارد. از خانه من برو بیرون. بیرون. صبر کن یعقوب، با تو هستم. برو بیرون. زن و فرزندت امشب نابود خواهند شد. خشم ایشتار جز با مرگ عزیزانت فرو نخواهد نشست. همسر من با دعای تو نیامده است که با نفرین تو برود. مردم فدان، این نه به خود رحم می کند نه به شما. کفر او هم قحطی برای شما برمقام خواهد آورد، هم مرگ را برای زن و فرزندش. به زودی جادوی ایستر و قدرت ایشتار هر دو را خواهید دید. وای بروزت اگر بلایی بر سر دختر من بیاید.